جمهوری خلقی چین. جمهوری خلقی چین یکی از کشورهای بزرگترین دنیا به حساب رفته 9.6 میلیون کیلومتر مساحت دارد. پایتختش پکین، اهالیش قریب 1.5 میلیارد. چین سال 1949 استقلالیت به دست آورده است. شکل اداریش سوسیالیستی تک حزبی می باشد. این کشور با 14 کشور دیگر هم مرز است. آن 5 منطقه خودمختار و 23 ولایت دارد. مرزهای عمومی آن زیاده از 20,000 کیلومتر می باشند.